این داداش گولاخمون به عنوان بادیگارد این بانوی خبرنگار وارد یک کشور آفریقایی میشه و با یه گروه تروریستی کل کیوی مواجه میشه و حالا با یه طوری خودش و این بانوی پاک رو از شر تروریستان نجات بده. سلام خوشگلا، آماده هستید بریم سراغ ویدیو؟ برو بریم. این گولاخ اسمش میسون هست که یه افسر ارتش ایالات متحده است و توی نیروهای ویژه فعالیت داره و با عشق زندگیش ازدواج کرده و یه دختر بچه به اسم کیتی هم داره. اون چند سال قبل با یه گروه از نیروهای ویژه میرن تا رئیس جمهوری کشور رو ترور کنن، ولی تخمشون تبدیل به جوجه میشه وقتی میبینن که یه موشک به هلیکوپترشون برخورد میکنه و مأموریت با شکست مواجه میشه. سالها بعد رو میبینیم میسون تبدیل به یه وکیل شده و کیسی دخترش هم بزرگ شده. اون اصلا از وکالت خوشش نمیاد چون اون شغل اصلا اون چیزی که میسون میخواد نیست. اما یک روز یکی از همرازمای قدیمیش به اسم سباستیان میاد به دیدنش و اون رو به یه پادگان خصوصی که مال خودش هست میبره و به اون میگه سیک وکالت رو بزنه و با این بانوی داف خبرنگار که اسمش کلر هست به یک کشور آفریقایی بره و از اون محافظت کنه و قرار پول خوبی هم گیرش بیاد. اما خبرنگار قصد ملاقات با همون رئیس جمهوری رو داشت که میخواستن ترتیبشو بدن و میسون هم قبول نکرد و گفت اون مسبب مرگ دوستام توی حادثه هلیکوپتر هستش. اون شب اون کاملا یهویی تصمیمش عوض میشه و به زنش میگه میخوام به یه مأموریت برم و زنش هم میگه به درک برو گم شو و باهاش قهر میکنه. این زنای بلادکوف چه آدمای مزخرفی یعنی چی قهر؟ میسون میره پیش کلر و با هم به فرودگاه میرن و سوار هواپیما میشن و به سمت آفریقا حرکت میکنن. وقتی به آفریقا میرسن توی این فرودگاه فرود میان و رئیس جمهور ونگاس میاد و به اونها خوش آمد میگه. بعد از خلسالا کردن میسون اونها به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت میکنن که یهو تروریستا بهشون حمله میکنن و تخمه میسون میچسبه زیر گلوش. بعد از اینکه میسون با تروریست درگیر میشه و اونها رو میکشه به سباستیان زنگ میزنه و ازش درخواست نیروی کمکی میکنه و به سمت جنگل حرکت میکنن و توی جنگل پناه میگیرن. ونگاس از میسون میخواد تا به تلفنش تماس بگیره، اما میسون اسلحه‌اش رو میگیره سمت ونگاس و بهش میگه کیونکش بزنم چپ و راستتو یکی کنم و میسون هم میگه بزن، من برای ملتم حاضرم جونم هم بدم، چپ و راستم و که هیچی. میسون حلقه در چشمهایش اشکه میزنه و تلفنش رو میده به ونگاس. ونگاس با برادرزادش یعنی جورج تماس میگیره چون فکر میکنه اون داده ترتیب اینا رو بدن. بعدش میسون و کلر از ونگاس جدا میشن. سباستیان به میسون زنگ میزنه میگه یه هلیکوپتر فرستادن بیاد دنبالتون، اما یه هلیکوپتر پر از تروریستای سگ آفریقایی میفته دنبالشون و اونها هم مثل خر میدوئن تا بتونن فرار کنن. یکم بعد میسون که کلش کیوی شده از دست غر زدن های کلر میزنه خار هلیکوپتر رو بوس میکنه. بعدم توی جنگل ترتیب یکی از سربازا رو میده، ولی سرباز دومی دور تفنگو میگیره سمتشون که یهو ونگاس میاد و اون رو میکشه و جونشون رو نجات میده. بعد میبینیم جورج هم توی این قضیه بیگناهه و این یکی از فرمانده های نظامی ونگاس هست که قصد جون ونگاس رو کرده. ونگاس اونها رو میبره به یه روستا که طرفدارهای اون هستن و بعد میسون از مصاحبه ونگاس و کلر فیلم میگیره. اونجا ونگاس میگه این کشور کلی منابع طبیعی داره ولی بعضی ها نمیخوان پیشرفت کنه، ولی من ننه همشون رو بوس میکنم و کشورم رو نجات میدم. اون شب کلی با هم میرقصن و عشق و حال میکنن و آخر شب کلر لباس خوشگلش رو میپوشه و به میسون میگه امشب باید ترتیب منو بدی. اما میسون میگه من زن دارم، من نمیخوام بهش خیانت کنم. کلر یکم میمالش و داشاق این گولاخ پاشه، ولی این دول دگر پا شدنی نیست داداش. آره. صبح روز بعد میسون با سباستیان تماس میگیره و اون بهش میگه ما در اصل تو رو فرستادیم تا بزنی خار ونگاس رو بوس کنی. اون اسلحه‌اش رو مسلح میکنه و میره سمت ونگاس و بهش میگه ما اینجا رو ترک میکنیم و سیکمون رو میزنیم. و در همین حین سربازای سرهنگ خارکومبه میان و مردم روستا رو تهدید میکنن تا جای ونگاس رو بهشون بگه و در آخر ونگاس میره خودش رو تسلیم میکنه. یکم بعد کلر و میسون شیر میشن و میرن تا ونگاس رو نجات بدن، اما به گاج میرن و سربازهای سرهنگ کلر رو دستگیر میکنه. بعدش میسون و ونگاس تصمیم میگیرن که به ازای کلر ونگاس خودش رو تحویل بده،
اما قبلش میرن پیش یکی از دوستای قدیمیش تا به ازای کارهایی که توی بچگی براش انجام داده کمکش کنه. فکر کنم تو بچگی اینا با هم چون دادن. آره. روز بعد میسون میره سر معامله و وقتی کلر رو میبینن مردم حمله میکنن و با تروریستای مادر جبهه درگیر میشه. بعد از طریق یه تونل میرن به کاخ ریاست جمهوری و جورج رو پیدا میکنن. اینجا یکی از سرهنگ ها میاد تو و به جورج شلیک میکنه، اما ونگاس میزنه مادرشو میگاج. بعدش داخل کاخ ریاست جمهوری درگیری شدیدی بین محافظا و تروریستا اتفاق میفته و میسون و ونگاس و کلر فرار میکنن. بعدش میسون با سرهنگ جان درگیر میشه و در لحظه آخر که داره باسن رو تقدیم جان میکنه برای پاره شدن، اون میگه من هلیکوپتر تو و دوستات رو زدم تریکوندم و پارتون کردم و اونجا کلر با یه شیشه میکوبه تو سر جان و با هم فرار میکنن. بعد میسون شروع به کشتن تروریستا میکنه که یهو سباستیان و افرادش سر میرسن و میزنن همه تروریستای مادر جنبنده رو نصف میکنن. روز بعد کلر همه چیز رو رسانه‌ای میکنه و ونگاس هم که مرد شریفی بود از ریاست جمهوری کنارگیری میکنه و میگه من میرم استراحت و همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. زن میسون هم که اونو کنار ونگاس میبینه اونو میبخشه و به خوبی و خوشی برمیگرده پیش خانواده‌اش. میسون یه روز که داره حساب بانکیش رو چک میکنه میبینه ونگاس براش 5 میلیون دلار پول فرستاده تا بره اشغال کنه و البته که این پول به عنوان تشکره. راستی اسم فیلم رو داخل کامنت ها نوشتم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اگر میخواید داستان این پدر که با اجساد و مردگان ارتباط برقرار میکنه رو ببینید این ویدیو رو از دست ندید و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.